نشر تازه ترین تصاویر زهرا الهام بعد از ازدواجش. افشای حقایق و رازهای باور نکردنی زندگی جنجالی زهرا الهام در استرالیا. زهرا الهام با کی ازدواج کرده است؟ زهرا چرا از هنر موسیقی به دور است؟ وی مصروف چی کار باری است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. زهرا الهام یکی از هنرمندان خوش صدای کشور، یکی از چهره‌های مطرح و مشهور در هنر موسیقی افغانستان است. شهرت و محبوبیت بسزایی دارد. وی در برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع اشتراک کرد. هرچند زهرا الهام بزرگ شده کشور پاکستان است، ولی وی از آره می باشد. زهرا الهام در تلویزیون طلوع و برنامه ستاره افغان خوب درخشید و مورد حمایت و تشویق مردم افغانستان قرار گرفت. مقام اول را از آن خود کرد و آهنگ‌های فراوانی به کمک آریانا سعید سرود. بعد از تحولات سیاسی در افغانستان، زهرا الهام مجبور به ترک کشورش شد و اکنون در کشور استرالیا زندگی می کند و در کشور استرالیا مانند قبل به کارهای هنریش پرداخت. تازه تصاویر زهرا الهام در صفحات مجازی نشر می شود که وی کاملا شکل و شمایلش را تغییر داده است. اما معلوم نیست زهرا الهام به چی دلیل از هنر موسیقی به دور از دیگر کار هنری جدید نداشته است. اما زهرا الهام شایعاتی که در صفحات مجازی مبنی بر ازدواج وی با جمال مبارز بوده است تمامش را دروغ پنداشته است. زهرا الهام کاملا قیافش تغییر کرده است و دوری وی از هنر موسیقی برای دوستداران و طرفداران صدایش سوال برانگیز است. ولی ما در انتظار نشر کارهای جدید از این هنرمند خواهیم بود. هر هنرمند خودش میداند و زندگی شخصیش. آرزوی موفقیت و کامیابی سعادت برای این هنرمند از بارگاه عزت الله یزال استدعا داریم. عزیزان و دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان زهرا الهام به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضو شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درود دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.